Thank you. For 2 minutes, Mr. Sayre. یوژف سایر وکیل پارلمان اتحادیه اروپا از مجارستان روز یکشنبه گذشته از مقامش استعفا داد. این تصمیمش را او به خستگی از مبارزه‌های سیاسی هر روزه ربط داده تاکید کرد بعدی ملاحظه‌رانی‌های دور و دراز به چنین خلاصه رسیده است. اما 2 روز پیش از این معلوم شد که سایر بعد از آن در یک معرکه فحشا در بریوسل بازداشت شد و به استعفا می رود. روز 27 نوامبر ساکنان به اداره پلیس از غلاغله از یک طربخانه شکایت کردند در حالی که بنابر افزایش حالتهای سرایت‌یابی به کرونا ویروس برگزار کردن شب‌نشینی‌ها پس از ساعت 10 شب منع شده است. ناظران پلیس که به جای حادثه آمدند در این طربخانه 25 مرد لوچو اوریان را پیدا کردند. 2 تن از آنها شناسنامه‌های دیپلماتی داشتند. به گفته پلیس سایر تلاش کرد که توسط تیریزه گریخته پنهان شود اما موفق نشد و بازداشت گردید. در بالخالته او ناظران حب‌ها تبلت‌های اکستازی را پیدا کردند. بعد از آنکه که معلومات درباره شب‌نشینی و علاقه جنسی همجنسگرایان رسانه شد، این وکیل اعتراف کرد که در آن شرکت داشت و برای نقض قانون کرانتین عذر پرسید. در همین حال اصرار می‌ورزد که مواد مخدر استفاده نکرده بود و به ناظران پلیس هم پیشنهاد کرد که حاضر است از سنجش طبی گذرد، اما کارمندان پلیس این پیشنهاد او را رد کردند. این حادثه در زادگاه وکیل اتحادیه اروپا واکنش زیادی به بار آورد. سایر عضو حزبی در مجارستان حاکم محافظه‌کاران فیدس و یکی از همپیمانهای نزدیک نخست وزیر ویکتور اوربان است. سال 2010 با شرکت بی‌واسطه او در کنستیتوسی مجارستان تغییرات وارد کرده شد که موافق آن نیکا تنها اتحاد مرد و زن را اعتراف می‌کند.